فکر کردم وقتی 20 سالم میشه قراره همه چی خیلی قشنگ میشه. واسه تولد 18 سالگیم کلی ذوق و شوق و آرزو داشتم. ولی وقتی 19 سالگیم تموم شد به فاجعه‌ای به اسم دوران 20 سالگی برخورد کردم. پر از گنگی، پر از ترس، پر از اشتیاق برای آینده، ولی با امید کوچک. یهو به خودم که اومدم گفتم من الان باید دقیقاً چیکار کنم؟ من واقعاً 20 سالم شده؟ الان من یه آدم بزرگ حساب میشم؟ با اینکه همیشه مسئولیت‌های زندگیم با خودم بوده، ولی انگار تازه عمیقاً درکش کردم که الان وقت دیر کردن نیست. اگه نجنبم همه چی تموم شده. دقیقاً مثل دوران 18 سالگی. تو دورانی که همه همسن و سالام الان یا ازدواج کردن یا همه‌شون مهاجرت کردن یا چه میدونم بچه دار شدن، من الان دقیقاً کجام؟ به چی رسیدم؟ تازه الانه که دارم میدوام دنبال رویاهام. چقدر میتونه رویاهای من با یه فرد 20 ساله دیگه متفاوت باشه؟ چقدر هممون با هم فرق داریم؟ چقدر همه چی میتونه گنگ باشه؟ خیلی دوره ترسناکیه. ترس. کی قراره همه چی تموم بشه؟ با اینکه میدونم آرزوم چیه، ولی هر روز دنبال عوض کردنشم، دنبال پیدا کردن یه مسیر تازه‌ایم. توی این مسیری که هستم یعنی مقصدی هم وجود داره؟ یعنی کسی هم مثل من هست؟ سلام، خیلی خوش اومدید به چنل من. امروز اومدیم با خانم مناهیز به چنل نلویکسی خوش اومدین. امیدوارم که ما رو دوست داشته باشید و اینکه امروز قراره در مورد یه موضوع خیلی جالب صحبت کنیم به نام دهه 20 سالگی. خانم مناهیز، بله بفهمه سوال دارم باز مثلا میشه. بله بفهم. شما سوال میپرسه خانم محترم؟ من شروع نشد سوال میپرسه. بفهم. بین 18 سالگی تا 20 سالگی نهایتاً 2 سال دیگه. ریاضی که قویه. 20 مناهیز میشه 2. خب این 2 سال چقدر میتونه رو زندگی ما تاثیر بذاره؟ یه چیز خیلی جالب اینه که اصلا انگار اون 2 سال یه 2 سال خیلی متفاوتیه. 18 تا 20 سالگی. خب یعنی تو چرا متفاوته؟ چرا مثلا بین 10 تا 12 سالگیمون متفاوت نیست؟ این 2 ساله با اون 2 ساله چه تفاوتی داره؟ اصلا تو وارد یه دوران دیگه میشی. یه دورانیه که از نوجوانی داری کاملا کشیده میشی به دوران جوونی. خب بعد تو همش باید بشینی برای خودت بسنجی هدفات و مسیرایی که میخوای بری و مسئولیتت. ولی تو وقتی مثلا 10 سالت میخوای 12 سالشی، تهش مثلا درگیر جدول ضرب و نمیدونم نه ببین حتی اون موقع شاید مثلا اصلا 10 تا 12 هیچ، مثلا 14 تا 16. آره. یا اصلا همون 16 تا 18 سالگی تو دغدغه ها رو داری. خب یعنی فکر میکنی به آینده تو اینا، ولی اون تو اون موقعیت قرار نگرفتی. وقتی به اون سن که میای تو اجتماع که بیشتر هستی، خیلی چیزا میبینی و تازه میفهمی که اون دغدغه، رسیدن به اون دغدغه خیلی این وسط مشکلات، موانع، حالا چه میدونم خیلی چیزا، خیلی راههای زیادی داره، خیلی چالش توش، خیلی چالش داره. دقیقاً. و این چالش ها باعث میشه که تفاوت ایجاد کنه بین این دهه و اون دهه. اصلا ببین دهه 20 سالگی به نظر من خیلی ترسناکه. یعنی ببین من خودم شخصا همیشه ذوق قشنگ لبه مرزه به نظر. آره یعنی تو اینجوریه که تو 20 سالگیت موفق نشی میشی 30 ساله، بعد 30 ساله دیگه واقعا سن بالاییه. میدونی چی میگم؟ بزرگترین تصمیم گیری به نظرم همون موقع. آره. اینکه نه که بگم بترسونم، نه اصلا چیز ترسناکی نیست، فقط باید خیلی منطقی با چشم باز اون راه ها انتخاب کنی. ولی اینطوریه که یه تصمیم دیگه قشنگ این یه جدولیه که اون لبه وایسادی و باید انتخاب کنی چجوری راه، با چه تمرکزی بری راه بری. اگه یه قدم اون ورتر برداری از اون ور افتادی. دقیقا همینه. و ببین به نظرم یه تایمیه که مثلا انگار 20 تا 25 سالگی مخصوصا یه تایمیه که تو باید خیلی چیزا رو امتحان کنی. به نظر مسیرهای تازه‌ای رو بری، چرا حتی بری یه ساز جدید یاد بگیری، بری نمیدونم یه حرفه جدید یاد بگیری، تجربه‌های متفاوت توی رشته‌ت موفق بشی یا هر چیز درسی، کاری، هر چیزی. 20 تا 25 سالگی برات اینطوریه که تو باید کلی مسیرهای تازه رو که اصلا هیچ وقت ممکنه بهش ورود نکرده باشی و تازه به مسیری هم که رفتی اشتباه باشه. آره بری هی بسنجی
و هی آزمون و خطا پس بری که یعنی این قضیه که میگیم حالا متفاوته دلیل بر این نمیشه که تو محدود بشی. خب آره. متفاوت بودنش تو اینه که تو باید تجربه کسب کنی، منتظر این نباشی که یکی بیاد بهت دیکته کنه آفرین. بگه تو این راهو بری. آفرین، دقیقا فرقش همینه فرشته. میدونی چیه فرقش؟ این که تو وقتی 10 سالته، دهه‌ای اصلا تینیجر بودنت، همیشه انگار یه فردی هست. البته واسه اکثرا دارم میگم و واسه همه صدق نمیکنه این موضوع، ولی یک فردی هست که به تو راه چاره رو نشون بده، درس خوندن، تو حتی انتخاب رشته یا هر چیزی. یه فردی هست که خیلی کمکت کنه، یه معلمی، یه هر چیزی، خانواده‌ای. ولی دهه 20 سالگی شاید همونا باشن، یه استادی باشه، ولی تو انقدر همه چیزو میبینی، چشت بازتر شده، خودت باید ببینی با کدوم میسازی که باید این سری خودت انتخاب کنی. شاید مثلا مادرت بگه آره این روش رو امتحان کن خیلی خفنه، نمیدونم یک فرد دیگه بگه، تراپیستت بگه، ولی تو اینجوریه که من باید امتحانش کنم ببینم واقعا من اوکی ام با این موضوع، تو کدومش اون عشق و علاقه، حال دلت خوبه. میدونی یه دونه درس خوندن و تموم شدن تایم مدرسه و چه میدونم این تموم شدن ها نیست. آره. خیلی چیزای دیگه. این راهیه که ته نداره. آفرین. و تو اینجوریه که وقتی که 20 سالگی تو شروع میکنی، به نظر من اینطوریه، ذهنت تو 30 سالگیه، چون میبینی چقدر زود 20 سال گذشت. 10 سال چجوری میخواد زود بگذره؟ اصلا انگار یه چند ماه که میگذره، اصلا نمیگم 1 سال، 2 ماه که میگذره اسم میکنی وای من الان از همه چی عقب افتادم. بعد آخه دور و بریات دیر شده. آره دقیقاً. وقتی همه رو نگاه میکنی، چون فضای مجازی خصوصا خیلی تاثیر میذاره. من مثلا میبینم یه فرد 20 ساله، یه فرد 21 ساله الان چقدر با من متفاوته. طرف مهاجرت کرده، طرف ازدواج کرده، طرف خودتو دقیقا اون لحظه میبینی تو الان چی؟ تو تازه داری انتخاب میکنی که چی کار کنی، چه راهی رو امتحان کنی. دقیقاً کدوم راه درسته، کدوم راه غلطه و چقدر همه با هم متفاوتن. یعنی مثلا شاید من تو سن 20 سالگی، یعنی مثلا چه میدونم 20 تا 25 سالگی به این نتیجه نرسم که دلم میخواد ازدواج کنم، ولی یه نفر مثلا تو سن تینیجر بودنش میگه میخوام ازدواج کنم. بعد دقت کردی اون موضوع حال دلش خوبه دیگه. آره. اون زندگیشون میخواد بر اون اساس باشه. یعنی این اصلا اشتباه نیست، ازدواج کردن اشتباه نیست، مهاجرت اشتباه نیست. اینی که تو هم الان تو اون لحظه تو اون موقعیت هستی اصلا اینجوری نیست که بگی عقب موندی، اشتباه کردی، زودتر باید اقدام کردی. نه، مهم اینه که تو انجام بدی اون کارو، مهم اینه که بری سمت یه چیزی. آفرین. اینکه وقت تلف نشه، یعنی دنبال دویدن باشید. اصلا سن 20 سالگی سن راه رفتن نیست. تو نباید این سری راه رفتن رو یاد بگیری، دنبال دویدن باید باشی. و به نظرم اینه که 20 سالگی باید بدویی که 30 سالگی بتونی تازه اون پله ها رو بری بالا. وگرنه تو تازه بخوای تو 30 سالگی بدویی و اینا دیگه مثلا دیگه واقعا ببین احساس میکنم تو این رده سنی واقعا بحث ترس نیست، ولی آدم باید همیشه متعادل برخورد کنه. ببینه اوکی من الان وقتی اینجام، الان یک نفر هم سن و سال من خیلی داره سریعتر از من میره، راه و روش این چی بوده و این راه و روشه میدونی چیه؟ علاقه به انجام یک کار. تو باید مسیرتو پیدا کنی. دائما باید فکر کنی که من تو اون مسیری که میخوام باشم، اون مسیر دقیقاً چیه. ببین بقیه رو ببین که دارن چی کار میکنن، ولی تجزیه و تحلیلش کن، نه یا کورکورانه زندگی کن. آفرین. این باید مشخص بشه. سالو ببخشیدم، سالو برگشت سالو خوب کرد. فاز 20 سالمه ولی پیرم. ازش من بودم خلاص کردم. چون نمیدونیم کنسل قرار بخوابیم. تموم شد، همینجا نمون ببین بخوابیم. قدش کن اینا، قدش کن من زمان کنم. خدا نگردم میشدم رفت، زندگی تموم شد. 20 سالگی چیه؟ 90 سالمه.